در همین مسکو هستیم استاد. خطبه نماز جمعه خونده می شود. تقریبا نیم ساعت زیاد می شود استاد. ما همین قدر مسجد خاموش نیستیم استاد. مسجد اولش با زبان عربی گپ میزند، دومش با قرغیزی گپ میزند، با آخرش رفته با روسی و با عربی. در کدام بله، حالت وقتی استاد؟ خطبه جمعه باید سکوت کنید، لیکن خطیب جمعه هم باید خطبه دراز نکند. خطبه باید از 15 دقیقه 10 دقیقه زیاد نباشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خطبه کوتاه و نماز دراز دلالت به فقه امام میکنند. کدام امام دیدید که خطبهش کوتاه پرمعنای و قرائتش دراز است؟ این امام فقیه است، با فهم است، با علم است. کدام امام دیدید که سوره های کوتاه در نماز جمعه میخواند و اگه صحبت طولانی میکند؟ اون فقیه نیست. مردم باید اذیت ندهد. خلاصه کلام، سخنی پر تاثیر، سخنی پر محتوا، خطبه های پیامبر اساسا از 1 دقیقه زیاد نبود. درست است که ایشان جوامع الکلیم داده شده بودند، سخناشون لفظهای کم بود و مضمونش پررای و وسیع بود. یک سخنشون می شود 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت شرح دید. لیکن به هر حال نوشته باشدم شروع کرده فشرده خلاصه کلام در جمعه گفته. اما میخواد صحبت های درسی باشد، محلی بعد 5 ساعت درس دادن گیرم. اون جمعه فرض است، مردم از دور و نزدیک از کارها اجازت گرفته آمدگی هستن، باید این 5-10 دقیقه سخنی اساسی به مردم رساند، مردم جواب دهد. درس میخواند، مرحمت بعد جمعه دیگر روزها و درس تیاد ساعت بای، کسی میخواهد مجبوری نیست آمده اشتراک کند، کسی نمیخواهد از پی زندگی شود. لیکن از حسابی که الله فرض کرده از جمعه، این مردم به خاطر الله آمده نشستیان، این غنیمت دانسته ایستاده از همین ورد سخنهای دراز و به معنای بسیار نگفت. این آداب خطیب است. اما خیر وقتی که دیگر مبتلای میخل خطیب شدید، دیگه صبر میکنید، به خاطر الله تعالی خطبه گوش میکنید، ثواب میگیرید. الله تعالی اعلم.